يعني حديث من أمة دقيقة ثلاث من علامات النفاق، يعني ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا. إذن ماذا من هو؟ إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. سه چیز اومده روایتی چنده، یعنی اگر سخن گوید دروغ میگوید، وعدتیت خلاف میکند، امانتیت امانت به خیانت میکند. و روایت مسلمان اومده که اربعون میگوید، اربعون من خصال النفاق، زیاده می سه چیز و زیاده چی؟ و اذا خاصم فجر، اگر مخاصمت شود چی میشه؟ ها؟ جنگ میکفد. یعنی انفجار یعنی چی؟ کفیدن. یعنی چی میکند؟ جنگ به میخیزد. یعنی این اعوذ بالله چی به دلاله میکند؟ یعنی تروننده چیه؟ یعنی اعوذ بالله خصلت‌های منافقی این آدمان. ها؟ اگر حق باشه برای چی غضب میکنی؟ صبر کن، صبر کن، دار. یعنی این چی؟ منافق این خیلی مثلا چی میشه؟ یعنی یک چیز با مباشرتاً چی؟ غضبش پیدا میشه. یعنی ها؟ هم به چی میگوید؟ و این صلى و صامه، اگر نماز خوند و روزه دارد و این منافق، اگر هم خیلی خصلتاش باشد، یعنی اگر هم خصلتاش باشد، همین به چی بوده است؟ یعنی رسول صلی الله علیه و سلم حدیثنده چی ارشاد کرده است از این صحابیه؟ چه چیز به ارشاد کرده است؟ حسن خلق. به همین حسن خلق گیر که به همین چیز تو چی میکنی؟ یعنی چی میشی؟ حقیقی مسلم میشی، از نفاق خلاص میشی. یعنی چی میشی؟ خصلت‌های نیک پیدا شده، از غضب چی میشی؟ دور میشی. فهمیدید؟